توی این شرایطی که داریم میگذرونیم و هر روز مواجه میشیم با ویدیوهای جدیدی که میاد بیرون و احتمالاً از اینکه زنده موندیم حتی شرمگینیم. یه سر گفتم به ادبیات بزنیم. قرار نیست چیز جدیدی یاد بگیریم، قراره ببینیم شاید اگر نویسنده های بزرگ توی این شرایط بودند چطور نگاه میکردن. توی این چند روز فکر میکنم که 5-6 بار یادداشت‌های زیرزمینی رو گوش دادم با صدای علی مصطفی و ترجمه خودش و چیزی که دستگیرم میشد اینه که توی این کتاب رنجیه که از تحقیر و سرکوب و نادیده گرفته شدن داره میبینه. راوی تنهاست و داره به خودش برگشته و رنجی که متحمل شده رو ما داریم میبینیم. اما چیز جالبی که برای من داشت این بود که راوی نشون میده که چگونه درد انباشته شده میتونه انسان رو آگاه‌تر بکنه و در کنارش ویران‌تر. اما در مقابلش آلبر کامو توی کتابهاش مخصوصا حالا افسانه سیزیف یا افسانه سیزیف رنج رو به صورت کلی بی‌معنا میبینه و میگه که وقتی رنج معنادار میشه که تو در واقع واکنش نشون میدی و واکنش ماست به درد که اون رو معنادار میکنه. در جهانی که عدالت تضمین نشده و در واقع عدالت تضمین شده‌ای وجود نداره، خود آگاهی از رنج و تسلیم نشدن به نوعی شورش انسانی رو میطلبه و حالا اون که ازش قیام علیه پوچی یاد میکنیم. اما توی کتاب طاعونش وقتی درد و رنج جمعی رو داریم میبینیم، چیزی که شاید این روزها به ما نزدیک تره، آدمو درد میکشن، نه به خاطر گناه شخصی بلکه به خاطر زمانه‌ای که بیرحمه. و کاما توی این کتابش نشون میده که همدلی تنها پاسخ این رنج همگانی میتونه باشه. اما حالا باید بگذره و قطعا بعدا راجبش حرف بزنیم. اما این روزهایی که در داخلش قرار داریم و هر روز مواجه میشیم با ویدیوهای جدید و احتمالا اتفاقی که برای هر کدوم از ما میفته اینه که عذرخواهی میکنم. تلاش کردم که بدون گریه این ویدیو رو ضبط کنم اما هر کاری کردم نشد. این روزها فکر میکنم اتفاقی که برای ما میفته اینه که با هر کدوم از این بچه‌ها یک بار چیزهایی که ازش میدونیم، موسیقی دوست داشته، پیانو میزده، دوست داشته توی مراسم بین‌المللی و جهانی بنوازه و تلاشش رو داشته میکرده و حالا توی این شرایط کنار مردم ایستاده و توی خیابون بوده. حالا توی اون لحظات آخر چی کشیده رو احتمالا ماها هممون سعی میکنیم که اون خودمون رو بذاریم جاش و اونجا رو یک بار باهاش طی کنیم. و هر روز ویدیوهای جدیدتری میاد و فاجعه رو بیشتر و بیشتر داریم درک میکنیم. روز 18 هنوز اینترنت قطع نشده بود و یکی از دوستان از خارج از کشور به من پیام داد که
خیلی نگرانتونم. گفتم که نه هنوز اونقدر شلوغ نشده و بعد اینترنت قطع شد و هیچ وقت فرصت نشد من بهش بگم که خیلی شلوغ. اما بذارین از کافکا بگم. کافکا یعنی رنج در جهان کافکا بی صداه. شخصیت ها بدون اینکه بدونن چرا مجازات میشن و درد از همین بیدلیلی میاد، از ناتوانی در فهمیدن اینکه چه خطایی مرتکب شدی و در سطح بعدترش اینکه چرا هیچکس پاسخگو نیست. اما توی این حالا چیزی بود که من از محاکمه دریافت میکردم، اما توی مسخ رنج زمانی عمیق تر میشه که تو به سوسک تبدیل شدی اما دیگران تو رو نمیبینن و رنجت رو نمیفهمن، حتی انکار میکنن. گرگور یا تنها به خاطر تغییر شکل جسمش بلکه به خاطر طرد شدن و حذف شدن از دایره انسان‌ها داره درد میکشه. من سعی کردم خیلی از کتاب‌هایی که خوندم و کتاب کمی خوندم ولی از همون تعداد از نویسندگان بزرگ راجع به رنج ببینم چی دریافت کردم. حداقل بگم دریافت من درست بوده یا نه. ارنست همینگوی توی ودا با اسلحه خب و حتی فکر میکنم این ناقوس مرگ کیسنگ ها برای که به صدا در میآیند همین نگاه رو داره، اینکه رنج رو وقتی به ما نشون میده که نتیجه خشونت و جنگه و حتی اگر لابلاش عشقی رو داره به ما نشون میده همراه با رنج خیلی خیلی زیادی. اما توی جنگ ها هم بر کرامت انسانی تاکید میکنه. ببین شخصیت هاش زخمی میشن، دل شکسته میشن، میبازن، اما شأن این شخصیت ها حفظ میشه، در صورتی که ما میدونیم توی جنگ ممکنه همه چیز تحت شعاع قرار میگیره و همه چیز ممکنه از بین بره. اما چخوف رنج رو توی زندگی عادی به ما نشون میده. چخوف معمولا آدم‌هایی که انتخاب میکنه آدم‌های بسیار معمولی هستن، نه قهرمان نیستن و این آدم‌های معمولی هستن که رنجشون رو ما میبینیم. یه مسئله‌ای که توی داستان‌های چخوف میبینیم اینه که رنج‌های اونها هم دیده نمیشه توسط دیگران و انگار اصلا نمیتونن برای رنج‌هاشون فریاد بزنن، چیزی که این روزها ما هم درگیرش هستیم و درک میکنیم و مجبورن که رنج‌هاشون رو در زندگی‌های عادیشون حل بکنن. یکی دیگر رو که دوست دارم مثال بزنم 100 سال تنهایی مارکزه. توی اون داستان هم رنج جمعیه. ما یه کتاب دیگه هم خوندیم، کتاب آدمخوارا. من هنوز ویدیوش رو هم نساختم دیگه، اصلا فرصت نشد و نمیدونم آیا
بشه یه روزی یا نه. توی اون هم ما رنج رو به حافظه جمعی تبدیل میکنیم، آن چیزی که برداشت میکنیم، یعنی خود داستان داره این رو به ما میده. اما اون باز متفاوته، باز رنجی که ما اونجا میبینیم متفاوته. اما در مورد 100 سال تنهایی، درد نسل به نسل داره منتقل میشه. رنجی که در موردش صحبت نشه، درمان نشه، فراموش نمیشه. و ببین یه چیز جالبی که من این روزها شاید درک میکنم اینه، اینکه سال 88 ما یک تعدادی بودیم از جوانهای اون روزها و جالب اینه که ما از رده خارج نشدیم، ما ادامه دادیم و نسل‌های بعد به ما اضافه شد. با اینکه میگن شاید مثلا نسل دهه من، حالا اوکی من آخر دهه 60 هستم، ولی با اینکه میگن ماها نسل سوخته هستیم، من میگم باز ما خیلی چیزها رو تجربه کردیم، چیزهای خوب مثبت و آرام آرام جلو اومدیم. اما بچه‌های امروز توی همین دهه یاد گرفتن شجاعت و خیلی چیزهای دیگر رو خیلی متفاوت از ما درک کردن و اون چیزی که ذره ذره ما آموختیم از سکوت به فریاد، اونا در دهه فریاد زندگیشون رو شروع کردن و چشم باز کردن و رسیدن به قسمتی که هم کلاسی هاشون هم کلاسی هاشون رو از دست بدن توی این وسعت. و اما یه مورد دیگه هرمانهس هست، نمیدونم گرگ بیابان رو کسی خونده یا نه، واقعا کتاب سختیه، کتاب درد آوریه. حس رنج رو قسمتی از خودشناسی معرفی میکنه. خب تمام نویسنده ها تقریبا به این موضوع اشاره دارن، اما به نظرم توی این کتاب ما خیلی واضح با این موضوع برخورد میکنیم و به ما میگه که انسان از دل دگرگونی و تغییره که میتونه رشد بکنه. هرمانهسه به ما میگه که انسان از دل همین بحران و در واقع شکاف درونی که امکان تغییر ایجاد میشه و دست به رشد میزنی، هرچند این مسیر دردناک. از بوفکور هم گذشتم اما میخوام الان برگردم بهش، از به صادق هدایت. توی بوفکور ما هر آنچه که میبینیم داریم درون ذهن فرد قدم برمیداریم و سیر میکنیم و تقریبا با هذیانها و توهمها داریم دست و پنجه نرم میکنیم. رنج رو هم تجربه درونی و شاید این واژه خوبی باشه، خفه کننده میبینه. درد رو از ناتوانی بیان، از سانسور میبینه و همه اینها رو از اون تنهایی عمیقی که انسان داره درک میکنه و تجربه میکنه، یعنی منشأش رو اون تنهایی عمیق میبینه. هرچند خیلی جاها ما میفهمیم که خود صادق هدایت خودش رو تنها کرده و حتی اگر دوستی به سراغش میاد ترجیح میده که اون تنهایی رو داشته باشه و اون رو هم طرد بکنه. حتی اگه بخوام دقیق تر بگم، صادق هدایت رفتاری میکنه که انسان‌ها اون رو طرد کنن و توی تنهایی خودش باشه.
ما اگر که حضور ذهنی خاطرتون باشه داشتیم در جستجوی زمان از دست رفته رو میخوندیم و من کتابی رو این چند وقت خوندم در سایه مارسل پروسی، هم چیزی از خانم هایری، شهلا هایری عزیز. ایشون این کتاب رو نوشتن. متاسفانه الان دم دستم نیست که نشونتون بدم. خیلی کتاب خوبی بود. یعنی من فکر میکنم که بد نیست اگر دوستان شروع کردن و جلد اول رو بخونید، جلد اول رو خوندید و حالا این کتاب میتونه کمک کننده باشه برای اینکه بدونی میخوای ادامه بدی و وقت بذاری یا نه. توی اون کتاب میگه که مارسل پروست 15 سال خودش رو تنها کرد برای اینکه بنویسه و ترس از جاودانگی داشت اذیتش میکرد و خواست که با این کتاب جاودانه بشه. و این تنهایی رو خودش انتخاب کرد، ولی پیش از اون سعی کرده بود مردم رو با دقت نظر با جزئیاتی که مخصوص خود مارسل پروسته ببینه و حتی مهمانی هایی که دوست نداره و مربوط به اشراف هست ولی بره و اونها رو ببینه و خیلی دقیق بشه در رفتار آدم ها. همونطور که میبینیم حتی افرادی رو میبینه و بعدها میگه که این فرد با جوونیاش خیلی متفاوت شده و جزئیاتی رو به ما یادآوری میکنه. اما صادق هدایت توی سه قطره خون که حالا یک مجموعه داستانه و ما قبلا لایو گذاشتیم و با مینا و سایه راجعش صحبت کردیم، توی این داستانها دوباره رنج رو شاید واژه‌ای که بخوام انتخاب بکنم حاشیه نشینی سوق میده، طرد میکنه دوباره و شاید بتونم بگم اون رو به جنون میکشه توی سه قطره خون و رفتارهایی که ما میبینیم انسان‌ها از تحمل رنج در سه قطره خون در داستان‌های مختلفش دارن یا واکنش‌هایی که نشون میدن و دست به کارهایی میزنن. هر کدوم از اونها اگر دارن درد بیشتری تحمل میکنن افرادی هستن که صداشون شنیده نمیشه و واکنششون به درد عمیق‌تر و جدی‌تر. یه جای قبلا هم گفتیم ادبیات نجات دهنده است. توی این روزها به نظرم هیچ چیزی نجات دهنده نیست و نکته که یکی از دوستان من شنیدم بهش اشاره کردن این بود که ببین مایی که توی این سرزمین و توی این خاک داریم زندگی میکنیم و ایرانی هستیم، دردی که داریم تجربه میکنیم و متوجه اتفاقی که هستیم، کسی که در خارج از کشور هست، غیر از ایرانی ها دارم میگم، اخباری که داره میشنوه در حد عدده، در حد اینه که میشنوه و شاید یک حالا لحظه‌ای دردی هم بهش وارد شه، اما اون چیزی که ما داریم تجربه میکنیم باید ازش بگیم. باید بگیم که ما هر روز بیدار میشیم و اگر اخبار رو داریم چک میکنیم با چیزی خیلی متفاوت داریم دست و پنجه نرم میکنیم. سپهر بابا کجایی؟ مامان حدیث. 12 دقیقه ویدیوی سپهر بابا کجایی خیلی متفاوته برای منی که توی ایران هستم، برای منی که همین زبان رو صحبت میکنم، برای منی که از 88 تا به امروز رو تجربه کردم با آدم هایی که تجربه زیسته متفاوتی داشتن و دارن. همین گفتم این حرف رو نباید با گریه زد. 3 روز 4 روزه دارم سعی میکنم که ویدیو رو ضبط بکنم اما نمیتونم. چرا حرف نزنیم؟
چرا حتی اگر حال روزمون همینه حرف نزنیم؟ حرف بزنیم. ما باید حرف بزنیم چون تاریخ رو قراره از روی حرفای ما بنویسن. قرار بفهمن ما چی تجربه کردیم. به نظرم باید روایت بکنیم. هر جایی که دستمون میرسه بنویسیم. هر چند رسانه کوچیکی داریم ازش بگیم. حیفه. حیفه جوونایی که قرار بود امروز بخندن اما زیر خاک. امیدوارم بتونم با اینترنت افتضاح این روزها این ویدیو رو آپلود بکنم و خیلی شرمندم که اینقدر دردناکه و خودم در حال گریه هستم. خشمگینیم، غمگینیم، از لحاظ عصبی شرایط خوبی نداریم، اما باید روایت بشه. فردا روزی من هم نخواهم بود ولی باید در تاریخ این مملکت نوشته بشه.